سرخط خبرها بازداشت جوان تاجیک برای فرار از ارتش روسیه شکایت ساکنان از وعده خلافی در تامین برق سوال از مردم از کدام کار خود پشیمانید سلام بیننده های عزیز به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 15 مارت شهروند تاجیکستان که بعد دعوت به خدمت در صف ارتش روسیه فرار کرده بود در بلاروس بازداشت شده است. در این باره ریاست تفتیشاتی شهر مسکو روسیه خبر داده است. بنا به فرضیه مفتشان دو شهروند تاجیکستان سالهای تولدشان 2004 و 2005 متناسباً سالهای 2019 و 22 شهروندی روسیه را به دست آورده بودند. ولی 20 اکتبر سال گذشته بعد دعوت به صف ارتش از کمیساریات حربی مسکو فرار کردند. ضد شهروندان تاجیکستان با گمان سرکشی از خدمت حتمی حربی پرونده باز شده آنها تحت پیگرد قانونی قرار داده شدند. مفتشان و ماموران پلیس روسیه معین کردند که یکی از این تاجیکستانی ها در بلاروس قرار دارد. او را در این کشور بازداشت و به روسیه انتقال دادند. نظر این جوان یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیست. ولی برخی رسانه‌های روسیه قبلا خبر داده بودند که جوانان تاجیک بعد فهمیدن اینکه آنها را به جنگ ضد روسیه فرستاده‌اند فرار کردند. پس از حمله روسیه به اوکراین مقامات روسیه به جلب مهاجران برای جنگ با اوکراین شروع کردند. سال 2023 نیروهای امنیتی در مسکو، سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای روسیه ریدها گذرانده اسناد مهاجران را تفتیش کردند. آنهایی که شهروندی روسیه را داشتند به کمیساریات حربی فرستاده یا برای سرکشی از قید حربی به جوابگری کشیده می شدند. ساکنان منطقه های گوناگون تاجیکستان از رعایت نشدن رجای وعده شده محدودیت برق یا لیمیت در ماه رمضان شکایت دارند. آنها میگویند مقامات به وعدهشان وفا نکردند. قبلا در آغاز ماه شریف رمضان مدیر کل شبکه‌های تقسیمات برق ارویند گوجرال با ارسال یک برقیه از زیر دستانش خواسته بود که در ماه رمضان اهالی تاجیکستان 8 ساعت یعنی 4 ساعت صبح از 4 تا 8 و 4 ساعت شام از 17 تا 21 با برق تامین شوند. ولی ساکنان از منطقه های گوناگون میگویند چون این رجا قریب رعایت نمیگردد و در منطقه ها در یک شبانه روز 2-3 ساعت و یا 4-5 ساعت برق داده می شود. تلاش ما برای گرفتن شرح مقامات به نتیجه بود. کسی از مسئولان حاضر نشدند که این مسئله را برایمان شرح بدهند و همین طور معلوم نیست که این محدودیت تا کی ادامه می‌یابد. تامین اهالی با برق یکی از مشکل‌های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر گفته می شود که با وجود بنیادی نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات کمبود آب در آب انبارها، تعمیر تجهیزات صدمه و یک بار زیاد شدن استفاده برق را از سبب‌های کمبود برق در کشور می‌گویند. اما برخی باور دارند که فروش برق به افغانستان سبب کمبود آن در داخل کشور شده است. بینندگان عزیز، در این بخش یک نظرسنجی داریم. همه ما در زندگی خطا یا اشتباهی کردیم که حالا از آن پشیمانیم یا شاید برعکس از زندگی و انتخابمان راضی هستیم. در یک پرسش ساکنان در کوچه های پایتخت به ما گفتند که در زندگیشان از چی پشیمانند و چرا. هزار بار شکرانه خدا فرزندای خوب دارم، نوس‌های خوب دارم. ما یگان که میندارم به همین دولت هم میندارم تمام میگم زندگی من اهل و عائلم خوش گذشته سازه نشد است این حالت یگان حالت ما داشت بین ما شدگی نیست تا حاضر فرزندان نوس‌ها نبیرها همه حرمت میکنن کردگی اما نسبتی کسبای امی خودجنیکی ما پدرم هم خیلی وصیت کرده بود که بچه‌م میره دبره دست میچسبه گپ گوش نکردم. ما خیلی هنر استویی ما کردیستم اما سیستم دا نرفتم دا. نه چیکار کنم پشیمون هستم فقط خانواده‌ام و هم خانواده‌ام راضیم. 100% پشیمونم اما کارم ای دوره یاشی مثال نماز نخوندم پشیمونم خلیگانی کردم خیر خدا بخشمون پشیمونی هست همه کار است 100%. گفتید که پشیمون هستید بیشتر از اونه که نماز نخوندید نماز نخوندم و
همین اسلام اجرا نکردیم ده بیشتر همین پشیمونم. پشیمونی چی؟ یکم پشیمون نشدم. چیزی که آرزو هوس کردم همش در رسیدگیم شکر خدا. شکرانه الله. هم تاجیکستانی ما آباد خوشروی. همه چی هست مهیا ما راضیم همین زندگی ما. نه یکم بار ایلم نشوام. اگه اولش که خطا را تکرار کردنش با خطا حساب میشه. برای همه هر خطایی کردیم مثل او تکرار نکنیم بهتر میشه. خطا بزرگترین خطا برای انسان همیه که بسیار نمازار قضا میکنی. یکم خطای برای انسان همه گناه بزرگ وقتی نماز در اعتبار نمیگیریم بسیار حرکت میکنیم با قضا میشه. همین همه خطای بزرگ میشمارم. دیگرش بخیره. پشیمون شدم هست خطا کردم نخوندم خوشم. مکتب رو هم قش. و دیگه شرم نمیدونم. یعنی مکتب نخوندیدن؟ نه خوندم توسعه و وقتی اولی نخوندم. یعنی دانشگاه تحصیل کردم. خودتون نخواستید یا امکان نبود؟ امکان نبود. این پشیمانی آورد؟ ده. چی بود یعنی عذاب کشیده در زندگی؟ خیلی عذاب نکشیدیم و خیلی پشیمانی هست. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه انتخابی المپی در رشته تایکواندو در قاره آسیا که روزهای 15 و 16 مارس در شهر تایان چین دور می‌گردد شرکت می‌ورزند. به اطلاع فدراسیون تایکواندو تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور سه ورزشکار محمد جان سناتوف، مهرو حلیمова و منیره عبدالسلامova داخلند. ورزشکاران در 8 وزن، 4 وزن میانی مردان و 4 وزن میانی زنان برای به دست آوردن راهخط به بازی‌های المپی پاریس 2024 تلاش می‌کنند. طبق نظامنامه در همه وزن‌ها 2 راهخط داده می‌شود. یعنی ورزشکارانی که به فینال میبرایند امکان شرکت در بازی‌های المپی را پیدا می‌نمایند. مهمترین چاره‌بینی ورزشی امسال بازی‌های 33 تابستانی المپی است که از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریس فرانسه دور می‌گردد. ورزشکاران تاجیک به المپیاد پاریس 2024 تا حالا 3 راهخط گرفتند که هر سه به رشته بوکس مربوط است. آموزگاری مکتبی 36 را در ناحیه خانقه ولایت خوارزم ازبکستان بعد لاتوکوبی خواننده صنف 1 از کار راندند. در این باره وکالتدار حقوق کودک در ازبکستان سریا رحمانова خبر داده است. پیشتر در شبکه‌های اجتماعی نباره لاتوکوبی کودک نشر شده بود. این حادثه روز 23 فوریه در مکتب 36 در ناحیه خانقه رخ داده است. در داستانی کل ازبکستان گفتند تحقیق حادثه را شروع کردند. وکالتدار حقوق کودک گفت مکتب روز 1 مارس شرطنامه مهنتی را با آموزگار بیکار کرده است. همکارمان خیرامان بقازاده در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 15 марти соли 1925 дар шаҳри Душанбе нахустин шумораи нашрияи Иди Тоҷик аз чоп баромад, ки баъдан номи Тоҷикистони Советӣ ва ниҳоят ҷумҳуриятро гирифт. Ин нашрияи расмии Тоҷикистон буда дар давраи шӯравӣ рӯзномаи ҳукумат ва ҳизби коммунист буд ва дар давраи истиқлолият сиёсати ҳукуматро инъикос мекунад. 15 марти соли 1971 дар заминаи факултаи тарбияи ҷисмонии донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе донишкадаи варзиши Тоҷикистон таъсис шуд, ки баъдан донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саид Муъмин Раҳимов ном гирифт. донишкада 5 факултет дошта муассисаи таълимии омӯзгорон, мураббиён, доварон ва кӯҳнавардҳо ба ҳисоб меравад. дар миёни хатмкардаҳои ин донишгоҳ исми Зебунисо Рустамова, Андрей Абдувалиев, бародарон Лабановҳо, Боқиевҳо ва Дилшод Назаров ёд мешавад. 15 марти соли 1939 ҳунарпешаи маъруфи синамо Бимболат Ватаев таваллуд шудааст, ки барои рушди синамои тоҷик заҳмат кашидааст. иҷрокунандаи нақши Рустам аз достонҳои Шоҳнома ва Ҳасани Аробакаши сохтаи Борис Кимёгаров 61 сол умр дид.
ин ҳунарпешаи зодаи Осетияи Шимолӣ бо ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ қадрдонӣ шудааст. қурби асъори миллӣ барои имрӯз бетағйир аст. Бонки миллӣ 1000 рубли русиро ба 119 сомонӣ, $100 ба 1095 ва 100 евро ба 1198 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандаҳои азиз, ин охирин барномаи навиди бомдодӣ дар ҳафтаи равон буд, вале шумо метавонед рӯзҳои истироҳат ҳам хабару гузоришҳои тозаро дар саҳифа ва шабакаҳои иҷтимоии Радиои Озодӣ пайдо намоед. истироҳати хубе дошта бошед. худо нигаҳбонатон.